مثلا پیغمبر صالح که شتوری داشت که هرچند همه شرایطشون خوب بود، لیکن ببینید چیکار کردن، شتور را کشتن. ما زمان شوروی رو ببینید که به دست خودشان مردم گرفتن و دولت یک ابرقدرت رو از بین بردن. پس از این برمی‌آید که شکم سیر اقتصادیات خوب این یعنی که یکی از چیزهای اساسی مثلا دستاوردهای جامعه را ما گفته نمیتونیم، چون که حالا ببینیم که دولت یونان دفالت یعنی قرضاش گرداندن تونسته ایستاده است، از چیزا پیرون که عادت کرد به طرز حیاتی که مثلا چند سال پیش بود و حالا اون طلبات ها اجرا نشده ایستادن و این سبب قرض گرفتن این دولت شده ایستاده است. و من با یکی از اقتصادشیان جمهوری صحبت کردم که این سببی مثلا خطاکاری اقتصادشیایی همون دولت بود که به نظر نگرفتن جایهای سستی و جایهای مثلا سختی دولت خود. پس از این برمی‌آید که برای اون که ما امکانات های اقتصادی خود را در مهنت ملی خود باز بخوبتر وسیع‌تر کنیم، چند چیز را باید از بین برد که این خود به خود مردم میتوانند که با تنظیم بیارن مناسبت های اقتصادی خود را. از آن جمله یکی از چیزهایی که سخت مثلا صد راه انکشاف اقتصادی ما شده ایستاده است، این بوروکراتیسم است. یعنی کاغذهای زیادی که انسان برای یک کارخانه گشودن یا که مثلا یک تشکیلات گشودن چندین چیزهای مؤسسه‌های دولتی رو میگذارد و چقدر وقت رو صرف میکند تا اینکه همون کار خود رو بود کند. این یک است. طرف دیگر از آن است که اگر انسان‌ها رو ما صاحب علم نکنیم، یعنی که تفکر علمی به آنها ندهیم، اگر که آدم را فکر مالیویش را تربیت نکنیم، مانند که ما فکر طبی برای سلامتی را نگاه داشتن میکنیم، اگر ما تفکر مالیوی به اون نشان ندهیم که از خوردی باید اینو کرد، ما امروز به اون آدم اگر $1,000,000 دهیم، یک سال پس میرویم همون آدم باز کمبغل است. ولی اگر تفکرش دیگر باشد، ما اگر $1,000,000 او رو بگیریم، سال دیگر رویم باز همون میلیونش رو جابجا یعنی میرسیم به این نتیجه که وحدت بیشتر نیاز معنوی انسان هاست و اگر در تفکر در ارزش ها متحد باشیم، این تاثیر خود را به اقتصاد و به اجتماعیت میرسونه. بسیار تشکر. من فکر میکنم صحبت های جالبی که شما کردید تاثیر بیشتری میگذارند برای بیننده های ارجمند برای تفکر در این موضوع که وحدت چیست و آن را چگونه میتوان تقویت کرد. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. بیننده های ارجمند، صحبتی داشتیم با دکتر محمود کبیری درباره وحدت ملی و استقبال 14مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و ارضیات ملی میان تاجیکان که همه ساله همچون روز وحدت ملی تجلیل میگردد. بار دیگر روز وحدت ملی مبارک باشد. برنامه صحبت روز را به پایان میبریم. برنامه های دیگر شبکه جهان نما ادامه دارند.